در صحیح مسلم یک حدیث دیگر است، اینم سنجش برای انسانهای دارنده. میگه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که خداوند در دور حضرت موسی علیه السلام 3 انسانی معذوره، 3 انسان عذرداره به مال دارندگی سنجش کرد. یکی از اونها میگه شخصیتی بود که کسل پوست بود، یعنی پوستش سفید شده بود، مردم ما پس میگن پوستش سفید شده بود. دیگری از اونها کل بود، سرش مو نداشت. و دیگری از اونها میگه چشمهاش نمیدیدن، عاجز بود، کور بود. اینها هر 3 شخصیت های نادار بودن. ابتدا رب العالمین میگه یکی از ملائکه های مقرب دستور داد، امر کرد، گفت نزد این 3 بنده من برو، از من چیزی که بخواهند تو برای اونها پیشنهاد کن، هر چیزی که بخواهند تو دعا کن، من برای اونها میدهم. از که جبرائیل علیه السلام میگه اومدن به صورت یعنی انسان اومدن، چون جبرائیل ملائکه بودن، اشتباه شد. ملائکه اومدن گفتن من نماینده خداوندم، من خداوند رای کرده است اگر از خدا هر چیزی که بخواهی من دعا میکنم، خداوند برای تو مهیا میکنه. ابتدای ملائکه نزد انسانی که کسل پوست بود، یعنی پوست سفید بود، نزد او آمد. گو از خدا هر چیزی بخواهی؟ گفت چیزی نمیخوام، من پوستم سفید است، گفت مردم از من نفرت دارن، همراهی من نمینشینن. میخوام که پوستم زیبا باشه، پوستم مقصد سعد شوه و کسل پوست از من دور شوه. این ملائکه یک مغز کشید، میگه سر بدنش کسل پوست ایوای دور شید. بعد از اون ملائکه پرسید گفت از مال دنیا چی چیز دوست می‌داری؟ گفت شتر دوست می‌دارم. ملائکه میگه دعا کر براش، خداوند یک شتر حامله داری نزدیک تولد براش پیدا کرد. میگه ملائکه گفت خداوند مال تا زیاد بگردونه، رفت از نزدش. رفته این شخصیت میگه شترهاش زیاد شدن، یعنی خیلی بای و دولت شتر زیاد کرد. نزد شخصیت رفت که وای موی سر نداشت، انسان کل، موی سر ریختگی. نزد وی رفت گفت من ملائکه هستم، چه معرفی کرد، خداوند رای کرده است ای خدا هر چیزی بخوای من دعا میکنم، خداوند برات مهیا میکنه. این شخصیت گفت که موی سر ندارم، مردم من کل میگن، مسخره میکنن، یعنی میخندن، مذاق میکنن، موی سر میخوام. میگن ملائکه سرش مغز کشید، موی سرش پیدا شد، برآمد. گفت از مال دنیا چی را دوست میداری؟ گفت گاو دوست میدارم. دعا کرد، میگه خداوند یک گاو حامله دار نزدیک تولد براش مهیا کرد. این شخصیت میگه رفته مالهاش زیاد شدن. نزد 3م شخصیتی که کور بود، نزد او رفت. او شخصیت گفت که من ملائکه نماینده خدایم، هر چیزی بگوی دعا میکنم، خداوند برات مهیا میکنه. این شخصیت گفت که خیلی چشمهام نمیبینن، دنیا در نظرم تنگ و تاریکه، چشمی بینا میخوام که ناممکنه. که این ملائکه گفت ممکنه، چشمهاش مغز کشید، میگه بینا شد. گفت از مال دنیا چی را دوست میداری؟ گفت گوسفند دوست میدارم. دعا کرد، میگه خداوند یک گوسفند حامله دار نزدیک تولد براش پیدا کرد. یعنی که هر 3 انسان معذور هم سعد شدن، هم دارنده شدن، مالشو از حد زیاد شد. بعد از اون خداوند با همین ملائکه را امر کرد که اکبره این 3 بنده من سنجش کن. یکمش که من اونها را سالم سلامتشون گرداندم، دویمش که دارنده شو کردم، کو از این مالی که من دادم شون مثل بعضی بخیله های دارنده های ما کو درای من صدقه میکنن یا نمیکنن. رب العالمین همون ملائکه را با دستور داد برای سنجش کی بنده های من. ملائکه آمد، این دفعه دوم آمدگیش خش معرفی نکرد، نگفت که من ملائکه هستم، مثل یک انسان مسافر رحمانده. ابتدا نزدیکی آمد، نزد انسانی که یعنی کسلی پوست بود، رواش سفید شدگی بودن، انسان شتردار. بعد آمد گفت من یک مسافر در راه ماندگی هستم. گفت به حق همون خدایی که تو اینقدر پوستی به زیب داده، گفت پوست را مثالش آورد، به حق همون خدایی که تو اینقدر پوستی به زیب داده است، از همین اشترادیت چه برای من بتیده، من سوارشم به منزل مبرم. میگه این شخصیت گفت نه، یکی اشتر بسیاری بده که دادت نمیتونم. گفت بعد گفت بیا اخی بخیلی ممسکی نکن، آخی تو خدا داده است، این اشتر تا هیچ کم نمیشه، این قمار زیاد داره. گفت نه. بعد این ملائکه میگه آیسته آشکار کردن گرفت. گفت من تو را میشناختم، در وقت یک کسل یک انسانی بودی، کسلی پوست داشتیش که خطی تو نمیشیشت، نادار بودی، خداوند خدر داده است، یه چه درای خدا ببخش. میگه بدبخت این کار کرد. گفت من در یکم وقت نادار نبودم، این اشتراک و پشت رکابان رکابی ای بابی موندگی هستن، میراثم برای من. دروغ گفت، ای بابی موندگی. هرچند مجبورش کرد قصه کوتاه نداد. خیلی گفت نمیتی خداوند را به دستور اوله بگردان، چی رنگی که اول بودی به هم دستور بگردان. رفته میگه شترهاش هم مردن از این، یعنی با دوباره حالت کسلی پوستش پیدا شد، اون حالت اولش به بالاش آمد نزد شخصیتی که گاودار بود، انسان کرد.
گفت که من مسافر هستم در راه موندم، به حق خدا گو یک گاو تا دیدم من فروشم راه پلی کنم برم. این شخصیت هم انکار کرد، به گردن نگرفت، گو یک گاو بسیار مثل بایای ما عذر آورد که کردیت گرفتگی هستم، کردیت هم ندادن زکات نمیتین. کسی که تو عذر زیاد آورد نداد گاوا نداد. بعد آیسته چه آشکار کرد، گفت که من ترا میشناختم در وقت انسانی کل بودی، نادار بودی، خدا داد است. این هم انکار کرد، گفت که من یگا وقت کل نبودم، این گاوای بابی موندگم پشت به پشت، یعنی به گردن نگیر. ایش هم دعا کرد، گفت خداوند ترا به دستوری عوضت بگردان. نزد سیم شخصیت گوسفنددار بود، نزد وی رفت، گفت که به هم این شخصیت که عاجز بود، نابینا بود، این را گفت که به حق همون خدایی که قدر چشمای وزیب داده است، به حق همون خدا گفت یک گوسفندم دیده من فروشم راه پلی کنم برم. وقتی گفت به حق همون خدایی که چشمی وزیب داده است، میگه این شخصیت از هر دو چشماش میگه آبای چشماش روان شدن. گفت به حق همون خدایی که این چشما را برای من داده است، گفت برای همین گوسفندام چند میخواهی بگی. گفت راست میگو، در اصل یک مدت هیچ نور چشم خداوند از من گرفتم، اگر همه گوسفند من بگیری گفت من چیزی نمیگم. بعد این شخصیت میگه چه آشکار کرد، گفت من همون ملائکه هستم، خوشا به حالی تو که از امتحان و سنجش خدا گذشتی، وای به حال او شریکت که نگذشت. یعنی که رب العالمین دمال در دارندگی انسانهای باید امتحان و سنجش میکنه، حرکت کردن در کار که وقتی که خدا داد است در راه خدا ببخشید، تا اینکه از امتحان و سنجش پروردگار یعنی که رو سفید سربلند بیرون برای.